سلام علیکم بینندگان عزیز. این چهارمغز 200 ساله در حدود دهه پوتخین ما اینجا برنامه ساختگی هر یک شخصی که از همین چهارمغز گذشته تواند باید 150-200 سال عمر بیند. خود این چهارمغز 200 سال عمر دارد. من این آدم گذشت. من تبریک میکنیم شما. خدا خواهد تا 200 میدارید نبته که مرحمت که میخواد 200 سال عمر بیند گذشتن گلید. چون که زیر شعور شما برنامه میشد هر باره که بیمار شدید میگوید نه من حال عمر دراز میبینم تا 200 میدونم. من این خام شد پوچکتون رو پیش بمونه ششته میگذارید. ها شما گذاره اول شما گذاره تا این کس اینجا دیده یاد گیرم نه میگونجید میگذارید خام شوید پوچک زمین بمونید پایون با شما گذارید. حاضر من این خانم گذارن این کس میتون ها این مرده که حاضر گذشتنی بودن 77 ساله. من حاضر شخصی دیگر اینجا تیاری دستاده است همینجا گذشتنی. خام شوید پایون با پوچک پیش بمونید زمین به ششته گذارید زمین بشینید. الان کالیتون گذشته است. الان کالیتون قریب گذشت. پوچک پیش بمونید پیش بمونید. شما یا طرف استید یا طرف استید دوملو در نمیمونن یا طرف استید. ها پوچک زمین مونید خام ششته گذارید ششته گذارید. ها شینید شینید پایون بشینید میگذارید. حالا بینید حرکت کردن که 200 به درون همین شکوفی درخت گذاشتن. پوچک پایون مونه سال شینید پایون با پایون بشینید شینید شتان گیرید. پایانش باریک‌تر. نه کالتون رو میگذارید حاضر. کله ذره دیگه گذشتگی در کل. من حرکت کنید. من این یک طرزی که ما آدمای تلقی میکنیم همین شکافی گذاشتن. البته بعضی آدما زیاد فربی هستن گذاشته نمیتونن. من این کسام حاضر گذاشتم حاضر میگذارم. پایون بشینید شینید پایون بشینید اول زمین بشینید شینید پول نشینید پول نکشید پوچک پیش میکنید حاضر میگذارد. اگه این پوچک پیش مونید پوچک پیشتون پیش بمونید. انا گذاشت میگذاره خدا گفت. ها گذاشتید قریب. کم پایون شد. من اکسام گذاشتم اینجا. پوچک پیشتر دراز کنید مرحمت. من این به واسطه سیر و گشت در حدود دهه پوتخین و آسایشگاه دکتر طاهری اینجا ودا پات هست. سرشاره‌های کلان هست. من از بلندی تقریباً تا 200-300 متر این سرشاره‌ها میخورد. صدای آب آدم آرام میکند. انرژی میگیرید از آب. این بهترین طرز طبابت در طبیعت است. من دولت با یکون چی گفتنی باشه درباره همین طبیعت مرحمت. منبع حیات آب، هوا، آسمان همه چیز هست در اینجا میوه دامه. همه آدمای طبابت میکنن. من این موسفید حرکت کردن که گذرن همینجا. من حاضر با چند نفری دیگه. خیلی بالا امتحان چند کس گذشت. بهای 5 گرفتم. گذشتن.